44 साल के बाद दो बहनों की पुरजोश और जज्बाती मुलाकात. دیدار شاه جهانبانو با دو خواهر و خویشاوندان خود پس از 44 سال دوری به علت جنگ سال 1971 میلادی بین هند و پاکستان و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی در منطقه بالتستان در شمال پاکستان. داستان دوری این سه خواهر به جنگ سال 1971 میلادی بین هند و پاکستان برمیگردد. زمانی که در پی آن جنگ مرزهای دو منطقه کشمیر و بالتستان در شمال پاکستان برای همیشه بسته شد و هزاران تن از مردم در دو سوی مرزهای مشترک از اقوام و خویشاوندان خود جدا شدند. حالا شاه جهانبانو پس از گذشت 44 سال دوری از دو خواهر و دیگر خویشاوندانش از شهر لداخ در هند به شهر ساکاردو مرکز منطقه بالتستان در شمال پاکستان که بخشی از آن در کنترل هند است سفر کرده. هرچند مسافت بین شهر لداخ تا شهر ساکاردو که در میان رشته کوههای قراقروم قرار دارد فقط 7 ساعت است، اما شاه جهانبانو به علت بسته بودن گذرگاه مرزی در این منطقه با طی مسافت 4 روزه و پس از سفر به دهلی نو و از آنجا به نقطه صفر مرزی واگا بین هند و پاکستان نزدیک شهر لاهور و سپس با طی مسافت اسلام آباد به شهر ساکاردو رسیده است. سفر کی طویل صعوبتیں برداشت کرके اسکردو پہنچی. خدا را شکر که توانستم پس از سالها دوری خواهرانم و دیگر خویشاوندانم را ببینم. भारत और पाकिस्तान ने 1947 में هند و پاکستان پس از استقلال از استعمار انگلیس در سال 1947 میلادی 3 بار با یکدیگر وارد جنگی تمام عیار شدند که 2 بار آن بر سر مسئله کشمیر و منطقه بالتستان بوده است. منطقه بالتستان هرچند جزو کشمیر نیست، اما 80% این منطقه در کنترل پاکستان و 20% دیگر آن در کنترل هند است. مناطق مرزی در منطقه بالتستان در سال 1999 میلادی صحنه درگیری‌های گسترده مرزی بین نیروهای هندی و پاکستانی بود که به جنگ کارگیل معروف شد. और दोनों अफवाज के सैकड़ों लोग इस जंग में मारे गए. من واقعا خوشحالم که تونستم خواهرمو بعد از سالها دوری ببینم. متاسفانه پدر و برادرانم در آن سوی مرزها در هند قبل از اینکه آنها را ببینم فوت کردند. جنگ و نزاع بین هند و پاکستان باعث جدایی ما شده. ما خواهان صلح در منطقه هستیم. من سالها منتظر این روز بودم تا بار دیگه خواهرم شاه جهانبانو رو ببینم. शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान شاید با بهتر شدن روابط هند و پاکستان در ماه‌ها و سال‌های آینده دیدار این سه خواهر نقطه آغازی باشد برای پایان سال‌ها رنج دوری مردم در دو سوی مرزهای مشترک دو کشور همسایه هند و پاکستان. علی رضا علوی، شبکه خبر، اسلام آباد.